درود بر ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، چون واقعا در این شرایط جنگی دست خیلی ها رو شد که واقعا موافق جمهوری اسلامی بودند در این سالها و فقط به دروغ و ظاهری طبل آزادی می زدند برای ایران. و واقعا یک روز در تاریخ گفته خواهد شد که اسرائیل با تمام توانش خواست مردم ایران رو کمک کنه، راه رو براشون فراهم کرد، اما دریغ از حرکتی از مردم و فقط مردم دم از وطن پرستی زدند و مخالف جنگ بودن. وقتی مخالف جنگید یعنی طرف جمهوری اسلامیید، طرف جمهوری اسلامیید. اسرائیل هدفش فقط جمهوری اسلامی بوده، هدفش سپاه بوده، نه مردم ایران. ما این رو در کل حملات شاهد بودیم و واقعا مردم ایران باعث تأسفه که همچین موقعیتی شما از دست دادین و نمیدونم دیگه آزادی رو چجور میخواین. آزادی این نیست که یک کشوری بیاد اینو به شما تقدیم کنه، این رو بسته بندی کنه و به شما تحویل بده. آزادی رو باید با جنگ، با تلاش خودتون به دست بیارید، نه با کمک کشوری. اما در این شرایط اسرائیل هم به ما کمک کرد. اسرائیل مسیر رو برای ما فراهم کرد، اما ما کور بودیم. ما فقط به حرفهای سایبری ها، حرفهای ارزشی های در جمهوری اسلامی در ایران و خارج از ایران گوش دادیم که وطنمونه، خاکمونه، تعرض شده، حمله شده. اما دریغ از یک لحظه تفکر که دشمن شما در خود ایران، جمهوری اسلامیه، نه اسرائیل، نه آمریکاست. دشمن خود شما همین جمهوری اسلامیه. این رو فراموش نکنید و این رو باز دوباره میگم، یک روز در تاریخ گفته خواهد شد که همچین شرایط رو برای شما فراهم کرده اسرائیل و از دست دادینش. واقعا باعث تأسفه. واقعا نمیدونم دیگه که ایرانی ها میخوان بیدار بشند. و باز هم من از خداوند میطلبم که چشمهای همه را باز کند و روزی باشد آزادی برای تمام ملت ایران، از هر قوم و ملتی.